ما حزب تحریر تقریبا 20-25 سال پیش، زمانی که من در یکی از کشورهای عربی تحصیل میکردم در لیبیا که در پلی مصر است، و از اون وقت با همون نشرات حزب تحریر با بعضی از برادرایی که به یه حزب بودن با همراه از اونا آشنا شدیم. اونا را احیانا از طریق رسانه ها میدیم که بعضی اوقات در جر و بحث ها و یا در مسئله حزب وقتی که جر و بحث میکردن، از اون وقت اینا را من میشناختم. خصوصا زمان زیاد حزب تحریر در اونجا زیادتر چیز شد که رهبر از اینا را، یکی از رهبرای حزب تحریر یا یکی از والیان ایفام یا رئیس های حزب تحریر مسئولش در عراق بودن و را صدام حسین در بین تیزاب انداخت با چند نفر دیگه و گوشای از اینا در داخل تیزاب ماند و احساسات مردم از زیاد بلند کرد. و همین قسم در بسیاری از کشورهای که نظامهای طاغوتی هست و رهبرایشان دیکتاتورها هستن یا کسایی که آزادی دروغی را میکنن و نظامهای تحت تاثیر استعمار غربی هستن یا نماینده های نظامهای استعمارگر هستن، اینا اکثرا احزاب اسلامی در خود بسیارشان ممنوع قرار میده و به خصوص حزب تحریر از این زیاد میترسن، به خاطر از اینکه زیادتر این حزب تو موقف روشن‌تر داشته و یا کسایی که منسوب به این حزب بوده تو زیادتر فکری بودن، یعنی درس میخوانن، تقریبا 1 سال 2 سال علاقات درسی داشتن و توحید بالاخره سیاست اینا را به شکل کامل میفهمیدن. از این خاطر اونا زیادتر اینا را از اینا میترسیدن و ممنوع بوده. ولی من میشناختمشان از طریق رسانه ها و یا هم در بعضی حالات تا اینکه بالاخره بعضی از کسایی در افغانستان هم بوده و در طول 10 سال زیادتر در افغانستان رشد کرده و اکثرا جوانان در پوهنتون ها و بسیاری از مردم به این حال فعلا منصوب هستن و از طریق از اونا و مجلهایشان میرسه، کتابایشان میرسه و اکثرا اونا رو میشناسن. حزب تحریر خب از نامش پیداست، یکیش آزادی ملت اسلام است از غلامی، از استعمار، و یکی از شعارهای بزرگش خلافت اسلامی هست. چون حزب تحریر وقتی با وجود آمد که خلافت اسلامی در ترکیه سقوط کرد و آخرین خلیفه مسلمانان سلطان عبدالحمید رحمت الله علیه که شکست داده شد، یک مثلثی که در اونجا صهیونیست‌ها بودن، صهیونیست‌های اسرائیلی و صلیبی‌های انگلیس با همراه نشنالیست‌های داخلی، نشنالیست‌های عرب، نشنالیست‌های ترکیه، این مثلث توانستن که خلافت اسلامی رو سقوط بدن و یکی تن از یهودای دنمارک مصطفی کمال نام داشت، ای در آغاز خودم نایس یک مجاهد معرفی کرد و بالاخره هویتش وقتی کشف شد که قدرت به دست گرفتن و بر ضد اسلام بسیار سخت خط علم کردن و حتی رسم الخط قرآنی را اونجا از ترکیه از بین بردن. حزب تحریر خب تمام مسلمان های دنیا به این فکر شدن که ما چطور از امی مشکل یا از امی جنجال بیرون شویم، از امی بدبختی که مسلمان ها پارچه پارچه شدن و تکه تکه شدن، خواستن که از امی مشکل خدا بکشن و به این خاطر هر کسی فکر کرد که کدام راه هست که ما میتونیم دوباره عزت مسلمان ها را اعاده بکنیم، کدام راه هست که ما پس امو عزتی که مسلمان ها داشتن، قدس به دست انگلیس ها افتاد و کشورهای اسلامی به دست استعمار افتاد و نقشه‌ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ترسیم کرده بود این نقشه زیر و زبر شد و نقشه دیگی ایجاد شد که انگلیس به حساب قومی جور کرده بود. یکی نقشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود که خلفای راشدین و بعد از او خلفای اموی و خلفای عباسی و بالاخره خلفای عثمانی او را تعقیب میکردن که جهان دو بخش شده بود که یکی دار اسلام بود و دار کفر بود. دار اسلام یک افغان از افغانستان حرکت میکرد، میرفت بالاخره به ایران، عراق،
بالاخره میرفت به مکه و مدینه پس میامد و اونمو کلمه لا اله الا الله ویزی از اون بود. با اونمو کلمه میتونست کل جهان اسلام بگرده و کس از پیشش پاسپورت ویزا تقاضا نمیکرد. نقشه دومی که انگلیس رو ترسیم کرد نقشه بود که کشورهای اسلامی را به حساب قومی تقسیم کرده، چون همدستی از اینا اکثرا نشنالیستا بودن، همدست صهیونیستا و نشنالیستا، یعنی انگلیسای صلیبی. بالاخره جهان اسلام به اساس اونمو اندیشی قومگرایی تقسیم کردن، ازبکستان برای ازبک ها، تاجیکستان برای تاجیکا، پشتونستان برای پشتون ها، یعنی می قسم مثلا. و بالاخره مشکل دومی را که ایجاد کردن در بین همی که مثلا تقسیم بندی قومی صورت گرفت، مناطق مختلف فیهی را در بین ازی ایجاد کردن و این مناطق مختلف فیهی به خاطر ازی هست که انگلیس ها میفهمیدن که اگر یک روز از روزها مشکلات داخلی از اینا رفع میشه یا آرام نباشن، جنگ بکنن با همسایه های خود. مثلا حال ما و شما تقسیم کردن افغانستان، پاکستان، مثلا بنگلادش، اونجا مثلا کشمیر و ایران و این طرف تقسیم کردن ازبکستان، قزاقستان، ارمنستان، کلش به اساس قومی. وقتی که اینا تقسیم کردن اینال حزب التحریر و خب در اصل امت اسلام به این فکر هستند، سیاستمدارای اسلام، کسایی که اسلام درست شناخت دارن، که راحت مردم یا راحت مسلمان ها تا وقتی که پس اونمو خلافت اسلامی نباشه و او خلافتی که همی نقشه انگلیس، نقشه سیاسی که بر جهان اسلام ترسیم کرده و اینا را پارچه پارچه ساخته تا که این نقشه از بین نره و دوباره مسلمان ها با هم به نام مسلمان خلافت اسلامی نداشته باشن و این کشورها، ولایت ها دوباره پس نشن و این مشکلات ختم نشه تا وقتی مسلمان ها به اینمی حالت است. قدس از دستشان رفته و غرب و استعمار هر کشور را که بخواه بزنه، افغانستان هم میزنه، پاکستان کتش همکاری میکنه، سوال از پاکستان هم میزنه، دیگر از افغان ها کتش همکاری میکنه. افغانستان هم مداخله کردن، ملای ایرانی کتش چی کردن، همکاری کردن. عراق مثلا عراق زدن، همسایه هایش همراهش همکاری کردن و به این شکل تا که اونمو حالت پس به مناقشه پیغمبر بر نگردیم امکان نداره که راحت باشه. فعلا همین سیاستمدارایی که دروغین در رسانه ها بیرون میشن سیاستمدار نیستن، والا همسایه ما پاکستان است، همسایه ما ایران است، الان مداخله پاکستان است. این کلش نقشه انگلیس است. یعنی راه نجاتی است که دوباره خلافت اسلامی پس بیایه، این نقشه انگلیس از بین بره و مسلمان بفهمه که آنجا که دین ماست آنجا وطن ماست. فلسطین وطن ماست، مکه وطن ماست، مدینه وطن ماست، پاکستان وطن ماست. ما عقیده درست قرآنی داریم، اگر عقیده انگلیسی داریم نام خود مسلمان میمانیم. به اون شکل این تقسیم بندی ها هست. به این خاطر یکی از اهداف تمامی احزاب، یعنی تمامی احزاب اسلامی که است، بینمی نقطه ترکیز میکردن که بالاخره دوباره پس عودت به اونمو خلافت اسلامی شود. منتها احزاب دیگه اسلامی که هستن تو نقشه های دیگه خدا دارن و از حزب تحریر مستقیما همی احیای خلافت از زیادتر سرزمین ترکیز میکنن. در غیر از او تمامی احزاب اسلامی را که ما روشن شیشتیم بالاخره هدف نهاییش نمی است که کشورهای اسلامی از یوغ استعمار کشیده شوند و دوباره اونمو خلافت اسلامی با وحدت مسلمانان دوباره احیا شود. اگر حزب تحریر هم بتونه، چون حزب تحریر به نظر من موفقیتش یک چیزی است که حزب تحریر در جمله احزاب پخته هست، چون بسیاری احزابی که ایجاد میشن احزاب خردسال و نوجوان است. حزب هم که هست مثل انسان واره طفولیت داره، شیرخوارگی داره و بالاخره مراحق است و جوانی هست و بالاخره پیر میشه و پخته میشه. یکی از احزابی که پخته هست و سابقی بسیار زیاد داره این حزب تحریر است. اینا میتونن با همین پختگی خود اگر کار بکنن و کسایی که در خطای پایین تر ازی هستن اینا هم از تجارب از اونا استفاده بکنن، انشاءالله تعالی اینا میتونن که یک تغییری بزرگی در سطح جهان بیارن، به خاطر ازی که حال فعلا دنیا آماده هست برای پذیرفتن خلافت اسلامی. اینا اگر این جوانا بفهمن که اینمو تو
حزبی است که ترتیب و تنظیم خوب داره و تربیه درست داره و جوانان را با فکر می سازه. ان شاء الله تعالی اینا موفق خواهند بود. میشن چرا ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. وقتی که هر کسی به خاطر دین الله حرکت بکنه حتما الله به امرش کمک میکنه و حتما خداوند بر از اونا گامهایشان ثابت قدم اینا را میسازه. و حال فعلا وقتی که من میبینم که اکثرا جوانایی که در حزب تحریر هستن، یعنی من بهتون گفتم 25 سال کمتر یا بیشتر هم را از اینا معرفت دارم، اکثرا جوانای آگاه هستن و خصوصا همین سیستمی که حزب تحریر داره که جوانا را تربیه میکنن در بسیاری از گروپا هست، لکن به این اندازه که اینا زیاد در بخش تربیش کار میکنن و زود یک کسی را نمیپذیرن تا وقتی که او را درست تربیه کنن و اهداف خود درست بر از بفهمانن و برنامه خود درست بفهمانن و او را سر نماز و طاعت الله استاده بکنن. به این خاطر ان شاء الله تعالی اگر همون رهبریت سالم داشته باشه، رهبریت با تجربه باشه و خصوصا خوبیشی است که حزب یک کشور خاص نیست، از دایره یک بعضی از احزاب هستن به نام احزاب اسلامی که در دایره یک مملکت قید هستن و اونا اهدافشان هم یک مملکت خاص است. حزب تحریر یک حزب جهانی هست و در تمام دنیا اعضا دارن. انشالله همین جهانی بودن از این حزب و پخته بودن رهبریت از این و آگاهی جوانایی که همراه از اینا هستن انشالله همین آیت قرآن که ان تنصر الله ینصرکم، این یک مشرع هست که انشالله کامیاب خواهد شد.